کورگان یکی از رسوماتی است که در عروسی‌های بلوچستان جریان دارد. با ما تا این گزارش همراه باشید. بلوچی رسم سالوں کے آٹے کارگاں آپ بال میں اور آپ سالوں کو سو دیں شوق کنیں انشاءاللہ بڑے نے ہمارے اتنے تیاری کنیں یک بلوچی رسمی که یاران کارگان جانی شدن تو بدان برند توری دیان که دیگه آخر برند که لور بانک بانوی داماد قبل از اینکه به کورگان بیاید حمام رفته و حمام اصلی خود را در خانه انجام می‌دهد. اما طبق مرسوماتی که اکثرا در جنوب بلوچستان رواج دارد، آنها به جای سرسبز و قاعدتا پر از آب می‌روند و در آنجا آب تنی می‌کنند. از کودک و نوجوان آنها گرفته تا پیرها، اکثر آنها در این رسومات مشارکت دارند. پیراشگر هم هر آنچه در دست دارد برای زیباتر کردن آقا داماد رو می‌کند. اما آنانی که در کورگان شرکت کردند از وسایل داماد بی بهره نخواهند شد. اولستانی که یارانتی لباسان عوض کنم جانش بدن یارانتی پدای دا کریمی روگنی موشینی هرچی هستن کنانتی. و اما آقا داماد هم با ما مصاحبه کوتاهی داشت و از آرزویش برای جوانان گفت. آرزو کنم جوانان چه کسی لوٹن به آی برسن و زندگی جوش بی. و اما بعد از آماده کردن آقا داماد راهی خانه ها میشن. و اما بعد از دوری در سطح شهر یا روستا داماد را به خانه برده و 1-2 ساعتی منتظر می شود و بعد از آن داماد را پیش عروس میبرد. خیلی ممنون که تا پایان همراه ما بودید. امیدوارم از این گزارش لذت بردید.